2 هفته از پابلیش ویدیوی اول من گذشت. اگه ندیدین برین رو ببینید. و چی شد که 2 هفته طول کشید که من بخوام یک ویدیو دیگه آپلود کنم؟ کمالگرایی. ولی خب توی اون قسمت قرار نیستش که راجع به کمالگرایی صحبت کنم. اگه من نمیشناسین، من مایسام و اینجا چنل یوتیوب منه که قراره با هم راجع به تجربه چیزهای مختلف صحبت کنیم، مهمون داشته باشیم و اینا. توی این ویدیو میخوام راجع به یک تجربه عجیب صحبت کنم. عجیب نیست، تقریبا همه آدم ها تجربهش میکنن و اون هم بحران 30 سالگیه. و من چند وقتیه که دارم دچارش میشم، یعنی شدم، و میشه گفت حدوداً 6 ماه دیگه من وارد 30 سالگی میشم. همیشه خب مسخره میکردیم، هممون شنیدیم، شاید گاهی وقتا مسخرش کردیم، شوخی استفاده کردیم و دیدیم که نمیدونم شاید وجود نداره، شاید صرفا این چیزیه که آدم رو برای ادا میگن، ولی وجود داره و تو یکو به خودت میای میدونی که تو داری وارد دهه سوم چهارم ریاضیم ضعیفه دهه سوم زندگیت میشی و به کجا رسیدی؟ آیا به رویاهات و به آرزوهات رسیدی؟ یه چیز عجیبیه. یکی اصلا دوتاره چیز میشی که اصلا چی میخواستم؟ آیا اینو میخواستم؟ این زندگی رو میخواستم؟ مثلا این آرزوی بچگیم بود که الان دارمش؟ آیا از داشتنش خوشحالم؟ اصلا همه چیز رو شروع میکنیم برای زیر سوال بردن و بزرگتر از همه چیز شروع میکنیم مقایسه کردن خودت با آدم‌های دیگه توی این سن که خب معمولاً هم آدم‌های موفق رو انتخاب میکنیم که حالا به یک جای رسیدن از نظر ما و اینجوریم که دیدی اون الان 30 سال همسن توه، به اینجا رسیده، معروف، فلان، پولدار، این شکلیه اون شکلیه و در یک باطلاقی فرو میری که با خودت فکر میکنی چی شد؟ اصلا 20 تا 30 روز داشتی چی کار میکردی و چقدر زود گذشت. و من واقعیتش اگه بخوام راجع به مدل چیزی که دارم خودم تجربه میکنم بگم، همش احساس میکنم که باید یه کاری شروع کنم. اینجوری هم که یه کاری کن برای خودت، یه کاری کن، نمیدونم. و بعد گیرم هم روی در حال حاضر بزرگترین گیرم در قدم اول روی شغلم. یعنی اینجوری هم که تو شغلت آیا این چیزیه که آیا میخوای تا ابد کارمند بمونی؟ آیا میخوای اینجوری باشی که برای یکی دیگه کار کنی؟ آیا میخوای فلان کار کنی؟ آیا میخوای فریلنس شی؟ آیا میخوای توی حوزه بمونی؟ آیا فلان قشنگ دیوانه میشی. مورد بعدی که دارم بهش گیر میدم راجع به خودم ورزش کردن و وزن و ایناست که خب من از یک دوره‌ای شروع کردم به همینجوری چاق شدن و هر کارشو میکردم استاپ نمیشد. یعنی اینجوری که اصلا مهم نیست که تو داری چی کار میکنی، استاپ نمیشد، همینجوری به صورت نمایی میرفت بالا و اینجوری بودم که بابا پس کی میخوای شروع کنی مثلا به اون چیزی که گذشته بودی مثلا یا به اون چیزی که ایدئالت بوده اینا، تا کی مثلا میخوای این شکلی باشی؟ خب تو اینو دوست نداری، این تو نیستی و خیلی چیزایی دیگه. و خلاصه که به همه چیز ریز و درشت دارم گیر میدم. هر چیزی دیگه، اصلا هر چیز، از دوستیام مثلا همینجوری بردم همه رو زیر سوال و این شکلی هم که اگه تو 1 هفته به فلانی زنگ نزنی، اصلا 1 هفته چی؟ حالا 1 هفته خیلی عادیه. اگه تو 3 ماه به فلانی زنگ نزنی، بهش پیام ندی، حالشو نپرسی، بهش نگی دلم برات تنگ شده بیا بریم بیرون و اینا، آیا اصلا فلانی اون تو میفته؟ فکر نکنم. یعنی خلاصه که همه آدم ها رو اینجوری دارم نگاه میکنم، همه اطرافیانم رو. گاهی وقتا اینجوری هم که تو خیلی جاها برای آدم ها بودی که اونا کنار تو نبودن، بعد این شکلی هم که خب تو خودت خواستی. یعنی البته که من فکر کنم درستش تا یک جایی اینه
که تو اگر داری یک خوبی میکنی نباید توقع داشته باشی که لزوما تو دوست داشتی اون کار کردی، شاید اون آدم دوست نداشته باشه که اون کار بر تو بکنه. ولی یه چیزی تراپیستم یک بار به من گفت که خیلی نظر من درست اومد راجع به این قضیه که میگن از آدم ها توقع نداشته باشی. اوکی، تو از خیلی از آدم ها میتونی توقع نداشته باشی، ولی یه جمله گفت بهم، گفتش که تو بانک قرض‌الحسنه نیستی. قرار نیستش که تو یا بنیاد نیکوکاری نیستی، تو یک آدمی و از یک دایره‌ای از آدم‌ها که افراد نزدیکتن انتظار داری و سالمه که تو مثلا وقتی از پارتنرت، از دوست صمیمیت، از خانواده‌ات یا از افراد نزدیک بهت انتظار داشته باشی که آقا من اگه دارم برای تو قدم برمی‌دارم، تو هم برای من قدم بردار، چون من دارم نشون میدم که تو برای من ارزشمندی و حاضرم برای یه سری کارا رو انجام بدم. خب تو هم متقابلا نشون بده که منم برای تو ارزشمندم. و متوجه شدم که خب اوکی، این پس منطقیه. و از اونجا به بعد دیگه خیلی روی آدم‌های اطرافم تیزبین شدم. یعنی تیزبین که منظورم اینه که ذره‌بین گذاشتم و اینجوری بودم که اوکی مثلا فلانی اگر خب مثلا من یک بار بهش میگم بیا بریم بیرون، 3 بار بهش میگم بیا بریم بیرون، 4 بار بهش میگم بیا بریم بیرون و اون حتی یک بار هم برنمیگرده، پس نه ماهده، نه مایسا اون آدم زندگی تو نیست. هنوز به اسمم چیز دارم قرار اسم هنری من باشه که بعدم بهتون میگم، ولی اسم اصلی مهندس و اون آدم تو نیستش و اوکی بکش کنار. دلش نمیخواد با تو دوست باشه، دلش نمیخواد با تو وقت بگذارنه و تو قرار نیست با دل نخواستن اون آدم بی‌ارزشی باشی یا مثلا چه میدونم مثلا اینجوری باشه که تو آدم بدی هستی یا فلان فلان. البته که خب احساس ناخوشایندی تو دوست داشته باشی به یک وقت بگذارنی با اون، نه، ولی anyway در هر صورت بعدش احساس کنم کنار. بعد اصلا انگار مثلا از 27-8 به بعد خیلی تو راحت گذر میکنی. مثلا شاید همینجور چیزای ساده، مثلا الان میگم ساده، مثلا توی 23-4 سالگی خیلی مثلا تروما واقعا داشتم، ولی الان دیگه مثلا اینجوریم که خدافظ، مثلا نمیخوای، اوکی بای. و این خجالته. خلاصه تصمیم گرفتم در شروع، یعنی در 6 ماه مونده به 30 سالگی که بیام یه سری کار رو انجام بدم. مهمترین چیزی که دارم انجام میدم اگر کمالگرایی نکشتم یوتیوبه. دارم سعی میکنم ویدیوها رو بذارم، دارم سعی میکنم که اهمیت ندارم که ادیت نداره، اهمیت ندارم که وسطش سوتی میدم، اهمیت ندارم که خیلی جاهاش اشتباه میکنم. قدم دومش please God کاهش وزنه که خب خیلی دنبال اینم که سریعا ورزش رو شروع کنم. خیلی سفت واقعا برای من ورزش کردم، نمیگم کار سختی، اون استمراره، اون که خودتو نگه داری که ببین تو باید ادامه بدی. اوکی 1 ماه جواب نگرفته، قرار نیست 1 ماه جواب بگیری، قرار 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه. خیلی برام سخته، چون اصلا اینجوری بودم که 3 ماه میرفتم بعد میدیدم من جواب نگرفتم، پس من نمیتونم خدافظ. یعنی بارها برام اتفاق افتاد. این دوتا خیلی برام بزرگن و مرحله بعدی که خیلی دارم بهش فکر میکنم که حداقل به یک نتیجه، اصلا اقدام نه، واقعا به یک نتیجه‌ای برسم تا قبل از شروع 30 سالگی اینه که بفهمم میخوام با شغلم چیکار کنم، میخوام شغلم دقیقاً میخوام تو چه حوزه‌ای جلو برم، چی رو ادامه بدم. میخوام به این فکر کنم، یعنی به این نتیجه برسم که آقا تو اگر 40 سالت شد با چه شغلی خوشحالی، مثلا اونجا باشی اینجوری که آقا من الان راضیم، 40 سالم شد و راضیم که اینجام و دارم این کارو میکنم. خیلی دوست دارم که تجربه آدم‌هایی که 3 سالگی رو گذر کردن، 35 سالشون و اینا رو بدونم که توی این بحران رو داشتن، چجوری گذروندن، چیکار کردن و اینا. البته که خیلی‌ها به من میگن که 30 سالشون گذشته، میگن بیشتر خوش میگذره و اینا، خیلی شیوه راحتی داره و اینا. آره، ولی خیلی دوست دارم که تجربه خیلی از آدم‌های دیگر رو هم بدونم. اگه تجربه دارین خوشحال میشم که بهم بگین اگه 30 سالگیتون رو رد کردین. اگه 30 سالگیتون رو رد نکردین، مثلا من الان تو بحرانین، شما هم اگه قرار تصمیم بگیرین و بهش برسین برام بنویسین. و اگر خیلی کمتر از
یعنی خیلی دورین از 30 سالگی بهتون نصیب میشه عمیقا. ولی اگه بخوام یه چیزی بهتون بگم اینه که خوش بگذرونین واقعا، چون خوش گذروندن خیلی مهمه. یعنی تو دوره 20 سالگی، حداقل تو 20 تا 25 سالگی واقعا زمانیه که باید خوش بگذره. خوش بگذرونین، چیزهای مختلف رو امتحان کنین، کشف کنین، نترسین واقعا، نترسین از تجربه کردن، نترسین از کشف کردن. یه جوری نشه که بخواین تازه مثلا 30 سالگی به این نتیجه برسین که آقا من کشف نکردم، من تجربه نکردم. البته که بد نیست، خیلی هر جای شروع بشه خوبه، ولی واقعا تو اون سن خیلی راحت تره، آدم ریسک پذیر تره. بنابراین پیشنهاد میکنم که تجربه کنین، نه تجربه که واقعش خیلی بده، ولی تجربه کنین و خوش بگذرونین و بعدم به این مسائل مثلا من نزدیک 20 سالگی، نزدیک 30 سالگی میتونیم این مسائل که من رو فکر میکنم شما هم مثلا فکر کنید، شاید هم واقعا یه دیدی که خیلی زودتر اصلا به نتیجه رسیده باشین و تو این بحرانه مثلا گیر نکنین. خلاصه که این ویدیو هم قرار بدون ادیت و هیچ چیزی بیاد بالا، قطعا 100%. و ایشالا یک روزی ویدیوهای با ادیت هم منتشر میشه. هم اینو ادامه بدم فعلا، شما هم از من بپذیرین و هیچی دیگه. یه تجربه باحاله، یعنی سعی میکنم یه چند تجربه باحال بذارم براتون. یکم از این کمالگرایی، شیب کمالگرایی که بگذره، چند تا ویدیو خوب میذارم براتون. و خلاصه که خوشحال میشم نظراتتون رو بدونم و همین لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره.